الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را می‌پرستند الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل مطالبی رو درباره ایمان به فرشتگان و ملائکه خدمتتان عرض کردم. همان گونه که می‌دانید ایمان به فرشتگان یکی از اصول و مبانی اعتقادی و بنیادهای ایمان هست. بدین خاطر علامه طحاوی رحمت الله علیه در کتاب عقیده خودش این مطلب را به صورت صریح و شفاف بیان کرده و فرمودند که و نؤمن بالملائکة و النبیین، ما مسلمانان و اهل سنت و الجماعت به فرشتگان و پیامبران و کتابهای الهی ایمان داریم. در مورد ایمان به فرشتگان قبلا مطالبی عرض شد. در برنامه امروز انشاءالله میپردازیم به یکی دیگر از اصول و پایه های ایمان که همانا ایمان و باور داشتن به پیامبران الهی است. بنابر همان دلایلی که قبلا عرض کردم در جلسات گذشته و به صورت جداگانه امروز هم عرض خواهم کرد که ایمان به کتاب‌های آسمانی و به پیامبران و فرشتگان و همچنین به روز قیامت و تقدیر و در رأس همه ایمان به الله متعال، این موارد ششگانه را اهل سنت و الجماعت جزو اصول ایمان می‌دانند. اگر کسی به یکی از این موارد ایمان نداشته باشد، باور نداشته باشد، یا اینکه باورش برخلاف داده ها و آموزه های قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، چون این شخصی مؤمن نیست. پس بنابراین ما باید ایمان خودمان را نسبت به این اصول ششگانه و به این موارد ششگانه باید مستند بکنیم به قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایمان به نبیین یکی از ارکان ایمان هست و درباره معنی لغوی نبی و همچنین اصطلاح دیگری که در این زمینه وجود دارد به نام رسول یا رسول، قبل از هر چیزی در مورد معنی این دو کلمه خدمتتان مطالبی رو عرض می کنم. نبی از نبع گرفته شده و نبع در زبان عربی به معنی خبر هست، اطلاع هست
و وقتی که میگوییم که فلانی نبی هست یعنی منبع هست، یعنی به اون خبر داده شده، به اون یک مطلبی اعلام شده، آگاه شده از یک مطلبی. و در قرآن کریم این کلمه را به معنی خبر دادن، به معنی اطلاع شدن و آگاهی به کار برده شده. الله متعال می‌فرماید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. ای پیامبر به بندگان من خبر بده، نبع بده، خبر بده، آگاهی بده که من غفور و رحیم هستم. پس بنابراین نبی یعنی کسی که به او خبری داده شده از جانب الله متعال. و از نظر اصطلاحی هم معنی نبی این هست، یعنی آن کسی که از جانب الله متعال به او خبر داده شده، یعنی وحی شده و به او یک رسالتی ابلاغ شده که این رسالت را به دیگران برساند. منتها نبی و رسول با هم دیگر تفاوت‌هایی را دارند که انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. در مورد رسول از ارسال گرفته شده این کلمه و این واژه و به معنی برانگیختن هست، به معنی فرستادن، به معنی قاصد کردن یک فردی به یک جایی برای ابلاغ یک مأموریت و سخنی. الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. در سوره نحل می‌فرماید که ما برای هر امتی یک رسولی را برگزیدیم، فرستادیم و رسالت این رسول و تمامی رسولان الهی این بوده که این پیام را برسانند به اقوام و ملت‌های خودشان که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله را عبادت کنید و از طاغوت و معبودان باطل و ناحق پرهیز بکنید و کناره بگیرید. و از نظر اصطلاحی رسول یعنی آن کسی که الله متعال به ایشان یک رسالتی را داده تا این رسالت را به دیگران ابلاغ بکنند. در تعریف نبی و رسول تفاوتی را که بیشتر علما مد نظرشون هست این نقطه هست که نبی با یک رسالت قبلی ارسال شده، با یک کتاب قبلی ارسال شده، یعنی موظف هست یک دینی را که قبلا ابلاغ شده توسط پیامبری دیگر، یک شریعتی را که قبلا توسط پیامبری دیگر به مردم ابلاغ شده، این نبی می آید همان کتاب را و همان شریعت را دوباره احیا می کند. اما رسول آن کسی هست که با یک رسالت جدید و با شریعت جدید و با کتاب جدید از جانب الله متعال در واقع مأموریت می یابد. نبی و رسول مشترکات متفاوتی رو با هم دیگر دارند، از چند حیث با هم دیگر مشابه هستند، یکی هستند و یک سری مفترقاتی رو دارند، یعنی تفاوت‌هایی در میان نبی و رسول وجود دارند. یکی از اشتراکاتی که در میان نبی و رسول هست اشتراک در اصل وحی هست، یعنی همان گونه که به رسول وحی می شود به نبی هم وحی می شود. در اصل وحی و شنیدن پیام خداوند متعال و دریافت کردن پیام الهی با همدیگر مساوی هستند، هیچ گونه تفاوتی رو ندارند. الله متعال در سوره نساء می فرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. ای پیامبر ما به طرف تو وحی کردیم همان گونه که پیش از تو به نوح و پیامبران دیگر ما وحی کرده بودیم. در اینجا الله متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که قطعاً نه تنها رسول بودن بلکه افضل رسول و برترین رسولان بودن. همچنین حضرت نوح علیه السلام. الله متعال در این آیه می فرماید انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، یعنی این که الله متعال هم به
رسولان وحی کرده مانند رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت محمد مصطفی و حضرت نوح علیه السلام، و هم به پیامبرانی که از نظر اصطلاحی به آنها نبی گفته می شود. پس بنابراین رسولان و انبیا در اصل وحی با همدیگر مشترک هستند. یکی دیگر از مشترکاتشون این هست که هر دو از جانب الله متعال مأموریت یافتند. این گونه نیست که نبی را پیامبر قبلی انتخاب کرده باشد یا از جانب مردم انتخاب شده باشد. هر دو، هم نبی و هم رسول، انتخاب شده الله متعال هستند و از جانب الله متعال در واقع برگزیده شدند. الله متعال می‌فرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. در این آیه خداوند متعال هم رسول را ذکر کرده و هم نبی را ذکر کرده. و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. ما قبل از تو هیچ پیامبر، هیچ رسول و نبی را نفرستادیم. یعنی این که تمام انبیا و تمام رسول فرستاده شده هستند از جانب الله متعال. اینها تقریبا مشترکات مسلمی هست که در میان انبیا و رسول وجود دارد و در میان انبیا و رسول با توجه به آیات قرآن میبینیم که یک سری تفاوت‌های هم وجود دارد و این تفاوت‌ها رو ما در آیات قرآن سراغ داریم. به طور مثال الله متعال می‌فرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. در این آیه که من خدمت شما عرض کردم، در اینجا تفاوت قائل شده الله متعال در میان رسول و در میان نبی. و از میان پیامبران الهی وقتی که ما به قرآن نگاه میکنیم میبینیم که الله متعال برخی از این پیامبران را به عنوان رسول و نبی نام برده و برخی را به عنوان نبی تنها نام برده. به طور مثال درباره حضرت موسی علیه السلام و همچنین درباره اسماعیل الله متعال میفرماید و کان رسولا نبیا، و کان رسولا نبیا. پس بنابراین برخی از پیامبران فقط رسولند و برخی دیگر فقط نبی هستند و برخی از پیامبران رو الله متعال به اونها هم رسول اطلاق کرده و هم نبی. درباره حضرت ادریس علیه السلام خداوند متعال می‌فرماید انه کان صدیقا نبیا. ادریس صدیق بود، راستگو و نبی بود. درباره اسحاق علیه السلام در سوره صافات نبیم من الصالحین آمده. این یک تفاوتی هست که در الفاظ قرآن کریم و در تعبیرات قرآن کریم میبینیم که الله متعال این تفاوت‌ها را ذکر کرده. و یکی دیگر از تفاوت‌هایی که قبلا به اون اشاره کردم این هست که رسول آن کسی هست که با یک دین جدید و با یک شریعت جدید مبعوث می شود، اما نبی رسالتش این هست که یک شریعت قبلی را زنده بکند یا یک کتاب قبلی را که نازل شده اون کتاب را دوباره تبلیغ بکند و احکام آن را در میان مردم در واقع تنفیذ بکند. این اشتراکات و افتراقات و نکات مشترک و محل اختلاف انبیا و رسولان بود و از نظر تمامی علما و مسلمانان اون پیامبرانی که به عنوان رسول مطرح شدند و رسول هستند برتر از پیامبرانی هستند که فقط کلمه نبی بر آنها اطلاق شده. رسول همیشه برتر از انبیا هستند. بعد از یک میان برنامه انشاءالله خدمت شما باز میگردم و مطالبی دیگر رو در این زمینه عرض خواهم کرد. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
هنگامی که بندگانم از تو درباره من سؤال کنند، من نزدیکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم. بنابراین باید بندگانم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند تا راه خود را بیابند و به مقصد برسند. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. بله بینندگان عزیز، تفاوت رسول و نبی و معنی این دو اصطلاح را خدمت شما عرض کردم. اما دلیل این که ما ایمان به انبیا و رسول الهی را جزو ایمان و بلکه یکی از ارکان و پایه های اصلی ایمان می‌دانیم چیست؟ دلیلش آیات قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله متعال در سوره بقره آیه 285 می‌فرماید که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. رسول و پیامبر ما یعنی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورده به تمام مواردی که از جانب الله متعال نازل شده والمؤمنون، و مؤمنان هم ایمان دارند. یعنی پیامبر و مؤمنان ایمان دارند به تمام آن چیزی که از جانب الله متعال نازل شده. در ادامه آیه خداوند متعال می‌فرماید کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. تمام این افراد یعنی اهم از رسول الله و مؤمنان ایمان دارند به الله متعال، ایمان دارند به فرشتگان، ایمان دارند به کتاب‌های آسمانی و ایمان دارند به رسولان و فرستادگان الله متعال. لا نفرق بین احد من رسله، و ما در میان هیچ یکی از پیامبران قائل به تفاوت نیستیم. به تمام این پیامبرانی که از جانب الله متعال آمدند و مبعوث شدند ما ایمان داریم. این دلیل صریحی هست بر این که ایمان آوردن به الله متعال، فرشتگان، به پیامبران الهی و همچنین کتاب‌های آسمانی جزو ارکان ایمان هست. و همچنین در حدیث معروف جبرائیل علیه السلام میخونیم زمانی که جبرائیل از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کرد که اخبرنی عن الایمان، رسول الله صلی الله علیه وسلم در تعریف ایمان فرمودند که ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. یکی از مفاد ایمان را و اصول ایمان را رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان به پیامبران ذکر کردند. پس بنابراین اگر کسی به پیامبران الهی ایمان نداشته باشد، حتی یکی از پیامبرانی را که الله متعال آنها را نام برده و در قرآن ذکر کرده که فلانی پیامبر من بوده، رسول و پیامآور وحی بوده از جانب الله متعال، اگر کسی حتی یکی از این پیامبران را هم انکار بکند در واقع این کفر است. ما به تمام پیامبرانی که الله متعال ارسال کرده، اهم از آنهایی که نامشان را ما میدانیم یا در قرآن ذکر شده یا کسانی را که نامشون حتی ذکر نشده و الله متعال اعلام کرده که من قبلا پیامبرانی را فرستادم، ما معتقد هستیم که تمام آنها پیامبران و فرستادگان الله متعال بودند. منتها درباره ایمان به پیامبران چند نکته رو ما باید توجه بکنیم. نکته اول این است که ما باید معتقد باشیم به این که تمام پیامبران الهی و تمام کسانی که به عنوان رسول و پیامبر مبعوث شدند، تمام آنها مبعوث شده هستند، انتخاب شده هستند از جانب الله متعال. اونگونه که خداوند متعال می‌فرماید الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس. الله متعال برمیگزیند، انتخاب میکند پیامبرانی را از فرشتگان و از مردم.
اون کسانی که وحی الهی رو، فرشتگانی که وحی الهی رو به پیامبران میرسانند و اون پیامبرانی که وحی را که به آنها شده به مردم میرسانند، تمام اینها برگزیده هستند و انتخاب شده هستند از جانب الله متعال. نکته دوم این که ما باید ایمان داشته باشیم که تمامی پیامبرانی که الله متعال انتخاب کرده اونها را، تمام آنها در ابلاغ رسالت و در حرفی که میزدند از جانب الله متعال صادق و راستگو بودند. اگر کسی معتقد به این باشد که برخی از پیامبران دروغ گفتند، خلاف واقع را برای امتیان خودشون بیان کرده اند، این در واقع کفر هست. و همچنین ما معتقدیم به این که تمامی پیامبرانی که الله متعال برگزیده از نظر طبیعت و نسب و خصلت‌های بشری سرآمد روزگار خودشون بودند، بهترین انسانها و شریفترین انسانهای زمان خودشون بودند. و این پیامبرانی رو که الله متعال مبعوث کرده، تمام آنها در واقع هر چیزی را که از جانب الله متعال به آنها ابلاغ شده بود با خیرخواهی و خیراندیشی، تمام آن مطالب را به امتیان خودشون، به اون کسانی که باید میرساندند در واقع رساندند و شریعت الهی را و وحی الهی را به نحو احسن به مردم ابلاغ کردند. و همچنین ما معتقد هستیم که پیامبران الهی اعم از انبیاء و رسولان، تمام آنها در ابلاغ رسالتی که از جانب خداوند متعال به آنها ابلاغ شده، اون ابلاغ را به صورت کامل انجام دادند و در این زمینه معصوم هستند. نکته دیگری که باید مد نظر ما باشد این است که این پیامبران و رسول و انبیایی که از جانب الله متعال مبعوث شده اند، گرچه همه آنها برگزیده هستند، همه آنها شریف هستند و بزرگوار هستند، اما در شرافت و در عزت و در کرامتی که نزد الله متعال دارند با همدیگر متفاوت هستند. برخی از این پیامبران فضیلت‌هایی را دارند و خصلت‌هایی را دارند که بقیه پیامبران نداشتند. و دلیل این مطلب صراحتا در قرآن کریم آمده که الله متعال می‌فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این پیامبران را ما برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم. هر پیامبری یک ویژگی و یک خصلت و برتری داشته که به پیامبران دیگر شاید اون مطلب را نداشتند. و همچنین ما معتقد هستیم که تمام ملتی های و پیروان هر پیامبر مکلف هستند از نظر شرعی که باید متبع پیامبر زمان خودشون باشند. هر پیامبری رو که الله متعال برای یک قومی فرستاده، اون پیامبر در واقع ابلاغ کننده و رساننده حجت الهی بوده و با مبعوث شدن اون پیامبر در واقع حجت الله متعال بر اون قوم ابلاغ شده. و معتقد هستیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزیده تمام پیامبران هستند و الله متعال به پیامبر ما خصلت‌ها و ویژگی‌هایی را داده که بقیه پیامبران آن خصلت‌ها را نداشتند. یکی از این موارد این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم محمد مصطفی، ایشان خاتم انبیاء و مرسلین هستند. یعنی این که با بعثت ایشان سلسله فرستادن انبیاء و رسول خاتمه پیدا کرده. آخرین پیامبر و رسول الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستند. این مطلب هم در قرآن بیان شده و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولکن رسول الله و خاتم النبیین، که خداوند متعال در سوره احزاب می‌فرماید که محمد رسول خداوند و پیامبر الهی است و خاتم پیامبران هست. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که ختم بی النبیون، خداوند متعال توسط من پیامبران را ختم کرده، آخرین پیامبر من بودم. این مطلب در صحیح بخاری اومده. و مطلب دیگر این که رسول الله صلی الله علیه و سلم
سید ولد آدم بودند، یعنی برترین انسان و برگزیده ترین انسان هستند. در کنار این که ایشان برگزیده ترین پیامبر هستند، برگزیده ترین نسل بشریت و تمام انسانها رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. بنابر روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که الله متعال ایشان را نسل در نسل انتخاب کرده و برگزیده، از فرزندان حضرت ابراهیم، بعدش از فرزندان حضرت اسماعیل، بعدش از کنانه و از بنی هاشم و از قریش و بنی هاشم، الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم را برگزیدند. و یکی از ویژگی های رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که انبیاء گذشته هر کسی برای یک زمان مشخص و برای یک قوم مشخص مبعوث می شدند، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تمام بشریت تا قیام قیامت مبعوث شدند و رسالت ایشون یک رسالت عام هست و عمومی هست. الله متعال می فرماید و ما ارسلناک الا کافة للناس، ای پیامبر، ای محمد، ما شما را نفرستادیم مگر برای تمام مردم. رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم یک رسالت عمومی و کلی هست. و در جای دیگر هم الله متعال می‌فرماید به خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که این اعلام را بفرماید که قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای مردم من پیامبر تمام شما هستم، من مبعوث شدم برای تمام شما. اینها ویژگی هایی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اضافه بر این در جهان آخرت و در روز قیامت الله متعال یک ویژگی هایی را به رسول الله صلی الله علیه و سلم عنایت فرموده، مانند این که رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب شفاعت کبرا هستند، کسی هستند که شفاعت می کنند برای تمام انسانها که حساب و کتابشان شروع بشود و ایشان اولین کسی هستند که دروازه بهشت برای ایشان باز می شود. و همچنین ایشان تنها کسی هستند که الله متعال مقام محمود را به ایشان عنایت کرده و حامل لواء حمد هستند در روز قیامت. و همچنین مقام و جایگاه وسیله را الله متعال به ایشان عنایت کرده. اینها مجموعی از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پس بنابراین اهل سنت و الجماعت ایمان دارند به تمام پیامبرانی که در قرآن خداوند متعال از آنها نام برده و ایمان دارند به تمام ویژگی هایی که درباره پیامبران الله متعال در قرآن ذکر کرده و همچنین درباره پیامبرانی که نامشون در قرآن نیومده به صورت کلی خداوند متعال آنها را ذکر کرده. اهل سنت و الجماعت ایمان دارند که آنها فرستادگان الله متعال بودند و ما معتقد هستیم که الله متعال اضافه بر پیامبرانی که در قرآن ذکر شدند پیامبران دیگری را داشته که ذکرشون در قرآن نیومده و برترین پیامبر خداوند متعال برترینشان اولوالعزم هستند و از میان اولوالعزم برترینشان سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما را به خداوند متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.